شیرالی عالم تاجیک که در یک دانشگاه ژاپن کار میکند روز 27 فوریه سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک از یک عمل ننگین آبروریزنده نقل کرده است که با یک عالم ژاپنی در فرودگاه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. از پروفسور دانشگاه اسکوبا ایتو در فرودگاه دوشنبه نه فقط برای فریب $100 را به قول معروف از خود کردند، بلکه به بالای این پولهای سامانیش را هم عملا کشیده گرفتند و چنین مناسبت را نسبت به نماینده دانشگاه روا دیدند که تا امروز به دهها دانشجو از تاجیکستان امکان شرایط تحصیل از جمله تحصیل بی پول فراهم آورده است. پهلوی بد این عمل ننگین باز در آن است که این کار را نسبت به یک مهمان خارجی نه مردان بردنگل که سالهای پیش از بی‌ادبی‌شان در فرودگاه ها شکایت زیاد بود انجام دادند، بلکه سه خانم تاجیکی که به یگان شرم و ابا دست به جیب مهمان بیچاره بردند. بنا به نقل شیرالی غلام علیف ماجرا از این قرار بود: بعد از کووید 19 ژاپن درهای خود را برای خارجیان باز کرد. دانشگاه ما نیز برای جلب کردن دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های ژاپن و خصوصا کوبا که برنامه وزارت معارف ژاپن می باشد نمایندگان خود را به کشورهای گوناگون فرستاد. شعبه ما مسئول کشورهای پساشوروی می باشد نیز نمایندگان را به کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و ارمنستان فرستاد. آنها به همه کشورهای ذکر گردیده تشریف آورده به تاجیکستان وارد شدند. روز 7 فوریه به دانشگاه اسلاویانی، دانشگاه زبانها و مرکز آموزش کوکورو تشریف آورده با دانشجویان و استادان صحبت آوردند. از دانشجویان، استادان و عموما مردم ما خیلی ستایش و سپاسگزاری کردند. متاسفانه هنگام بازگشت در فرودگاه دوشنبه غارت می شوند. پروفسور ایتو چنین نقل کرد: وقتی از گمرک می گذشتیم در آخر سه کارمند زن شناسنامه‌ام را از نظر گذرانیده پرسیدند که چقدر مبلغ دارم. من $1000 برآورده نشان دادم. آنها مرا به یک حجره درآوردند و آن مبلغ را از دستم گرفته حساب کرده در دستم دادند. من در پیش آنها حساب کردم که آنجا $900 مانده. 100 تاش را آنها گرفتند. من از آنها خواهش کردم که مبلغم را برگردانید. آنها به سر من داد زدند و می گفتند که ما مسلمان هستیم و دزدی نمی کنیم. من ناالا شده از پیششان رفتم و یک نفرشان از پسم آمدن گرفت که همان پولهای سامانی را که داری به موته پولهای سامانی در خارج استفاده بردن نمی شوند. آمده پولهای سامانی را نیز از دستم گرفتند. من برایش گفتم که تشنه شدم. او گفت که خیر رفت آب بگیر. من گفتم که تو همه پولهای سامانی را از دست من گرفتی، چه طور آب گیرم؟ بعد آن زن رفته یک آب خریده داد. صحبت‌های پروفسور ایتو با آن سه کارمند به زبان روسی صورت گرفته است. یادآور می‌شویم که دانشگاه اسکوبا تا امروز 10 نفر دانشجویان را قبول کرده به آنها بورس نیز داده است. کادرهای تیار کرده این دانشگاه امروز در ساحه‌های مختلف کار کرده ایستادند. از کارمندان حفظ حقوق خواهش می‌کنیم که این مسئله را دیده برایید.